در این دنیا غریب باش. غریب بودن همین است. غریب کسی که میداند که این جای او نیست. غریب کسی است که میداند که در اینجا مقیمی ابدی نیست. غریب کسی است که میداند که روزی از روزها از اینجا سفر میکند. غریب کسی است که هرگز در اینجا خودش را مستحکم، عمیق، همیشه برای باقی ماندن خودش مشغول نمیکند. غریب کسی است که همیشه میخواهد به جایگاه زادگاه خودش بازگردد. برای بازگشتن به جایگاه خودش کوشش و حرکت میکند. این غریب است. پس ای مسلمان، پس ای موحد، جایگاه حقیقی تو، سرزمین واقعی تو، این وطنی توست، وطنی همیشگی تو که در آینده در روبروی تو است. این جنت است. در این دنیا غریب باش. به خاطر این دنیا از جنت مأوای ابدی خودت را محروم نساز. به فتنه های این دنیا گرفتار شده از جنت و رضاگی الله، همنشینی از انبیا و المرسلین صادقین دور نشو. به خود بیا، به خود بیا. این دنیا به کسی وفا نکرد، به تو هم وفا نخواهد کرد. در این دنیا کسی باقی نماند، تو هم باقی نخواهی ماند. انا همون شعرا گفتند رفتند و رویم و باز آیند و روند. ما رفتند پیش از ما، باباها ما را خود ما بردیم به قبر گذاشتیم، آچه و آچه کلانه به قبر گذاشتیم. پدر و مادرها رفته ایستادند، ما هم میرویم، بعد از ما هم میرویم، تا اینکه این دنیا به آخر میرسد. این دنیای بی وفا، این دنیایی که پر از فتنه است، لعنت شده است. الدنیا ملعونة و ملعون ما فيها الا ذکر الله تعالی و ما والاه. به پایان میرسد. اما خوشا به حال کسی که در این دنیا غریب زندگی کرد، به این دنیا محبت نبست، غلام این دنیا نشد، بنده این دنیا نشد، دنیا را به خودش اله، رب، انداد و ارباب بجز الله نگیرد. این اولین نصیحت رسول الله است که در این دنیا غریب باش. قسم به الله، اگر در این دنیا خودت را غریب حس بکنی، از همین روز عبارت بگو که من در این دنیا غریبم، در این دنیا باقی نمیمونم. عاقبت آخرت است. از همین روز فتنه های شیطان از قلب تو نابود میشه، وسوسه های شیطان از قلب تو نابود میشه.